سوتونا سلام، چطورید؟ حالتون چطوره؟ من مسیحم و اینجا جیزس وایتیه. آقا خوش اومدید به چنل. بچه ها ببخشید یه حدود یکی دو هفته که نه، همون حدود یه هفته بود نبودم. کارما که هیچی آجی، حضرت ابوالفضل زد به کمرم. یعنی سر پست قبلی یه مسخره ریز کردم، مسخره که نکردم، واقعیت رو گفتم که این مدرسه ها باز شده، امتحان شروع شده، این بچه های 13-14 ساله دیگه تو گیم کم شدن. حاج رفتش جلو، هفته دقیقا پیش رو من از شنبه تا چهارشنبه سخت‌ترین امتحان افتاد جلو. یعنی از شنبه تا چهارشنبه کلن فکر نکنم رو هم دیگه بیشتر از 5 مچ پلی داده باشم، اونم با یار رندومی که خودتون میدونید داستانش چیه. آقا خیلی ممنونم بابت اون پستی که گفتم سریع‌ترین فینیشر تاریخ رو زدم. بچه واقعا سریع‌ترین فینیشر تاریخ الان دست منه، تامنیل دروغ نبودش یا کلیک بیت نبودش، کلیک بیت هم چیزایی. آره الکی گولتون ندادم بچه، جدی رکورد سریع‌ترین فینیشر تاریخ کالاف اومد دست من با 900 ثانیه. بچه من تو یوتیوب نمی اومدم تو این چند وقته، چون که گیم نمی اومدم زیاد. بعد رفتم یوتیوب یهو دیدم حاجی 10K ویو خورده. بابا دمتون گرم. بعد رفتم توی یکی یوتیوب استودیو، بعد دیدم که سابام هم داره ثبت میشه. یعنی مشکل سابی که من داشتم یادتون باشه، ساب ثبت نمیشد برام. میگفتم که شما منو ساب میکنید ولی سابتون برام نمیاد. الان رفتم دیدم که حدود 11 تا 12 تا ساب دارم، یعنی دیگه سابام هم داره ثبت میشه برام. یعنی دیگه همه چی رو به رواله، فقط میمونه حمایت شما. البته میدونم من در حد حمایت نیستم، نوبم، البته به بازی شما نمیرسه هیچ وقت. میدونم شما البته الگوهای منی تو این بازی، دیگه میمونه خودتون و خدای خودتون دیگه. میسپارمتون به ناموس زهرا، میسپارمتون به فاطمه زهرا، ابوالفضل بزنه به کمرتون اگه این حمایت نکنید این ویدیوها رو. بچه این ویدیویی که الان دارید میبینید و من همین امروز که امتحانم تموم شد اومدم خونه. آخرین امتحانم بود، رو برنامه نویسی داشتم، آخرین امتحانم بود، رشته کامپیوتر و بدبختی دیگه. اومدم خونه گفتم خب داغش مسیح تمومه، دوران درس تمومه، وقاحت تمومه، بچسب به یوتیوب وایتی رو ببر بالا. اومدم ریکورد کنم، دیدم که حاجی فضای ذخیره سازی گوشیم پر بود. یعنی اصلا یه وضع عجیبی لگ داشتم. رفتم خالی کردم، یه دونه دکمه تو کالافم تو ستینگش هست، نمیدونم چیه، از بازی میذارد بیرون. بعد دوباره که اومدی توی خورده لگت کم میشه. اون کارا رو کردم، خدا رو شکر یه خورده لگم کمتر شد. یه 2 دست پلی دادم، دستم گرم شد. این دیگه مچ سوم دیگه دارید میبینید اینجوری اومدم باتا رو دارم رنده میکنم براتون دیگه. جونم براتون بگی که آره دیگه همینا بود دیگه. بچه این گیم پلی خودم خدای توقع نداشتم و سر مچ سوم بعد از یه هفته بازی نکردن دوباره بتونم اینجوری بازی کنم. هرچند مثلا مثل قدیم نیستم، بالاخره یه هفته است بازی نکردی دیگه، دستت گرم نیستش، ولی نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکردم درست یه خورده حالمو مثلا یادم رفته. خب مثلا یادم دشمه و کجاست یه ذره، ولی مغز بازی هنوز همونه، هنوز همون مسیح قدیمی زنده است. چپ نگاه میکنه به خوشگلای آلکا با آرپیدی نارنجی. بعد دیگه بچه میریم که داشته باشیم گیم پلی و من دیگه از اینجا به بعد سکوت میکنم، شما با آرامش کامل ویدیو رو ببینید. میدونم نوبم بروم نیارید بعضی جاها بچه ها میگم، چون که مثلا یه هفته از پلی ندادم. این مثلا همین اینجا رو دیدید دستم خورد اف پی پی شد بازی و مثلا شخصیتم دیگه. اینا بستگی داره به خود گیم دیگه، مثلا که من چند وقت بازی نکردم. بچه دیگه صحبت نمی کنم، اگه دوست داشتید این ویدیو رو هم حمایت کنید دیگه. تو این هفته ویدیوهای زیادی تو را دیگه، کلا ویدیوهای زیاد میذارم، امتحانم تموم شد دیگه راحتی تو میذارم دیگه. بچه‌ها حمایت کنید، آخر بازی رو هم ببینید که چه شکلی داغشمسی جلو وارماشین وای میسته. آقا یه حمایت، تشکر، دمتون گرم.